نگاه که چه شعری خوش روی هی بغزاله بازی میکرد همدم و تازی میکرد گه شیر خورد و گه علف میدود و هر طرف گه شیر خورد و گه علف میدود و هر طرف موضوع این روزمون بچم موضوع حلال خوردن حلال خوردن مثلا بچم یکم کس بغزالشو گم کرد همون بغزال خونه تو آمده اگر اون بغزال را ایده رو بیرو کنی شو گرگ میخرشه در صحرا برای همین بچم بغزال را حتما در خونه من کردن در کاره حق همسای خیش توار دیه های همسای ده اعلان کردن در کاره که همین خیل بز گوشش سفیده پاچش قشقای تنش زرد خودش سیاه همین خیلی بغزال کی گم کرده در خونه من بیاین بگیره فهمیدی؟ فهمیدی الان که بچم من یک سال گذشت هیچ که نیومد ببرم الان بچم وی روز گذشته چای وی زمستان شده چای اگر زمستان بغزاله در خانه تو بیسته ای بخراکی رو نابود میشه در آن فروختن در کنه بغزاله نه؟ مالی مردم هم باشه فروختن در کنه بچم برای که دریج نابود نشو نه پلشو در خانه به جا کردن در کن فهمو؟ با اعلان کردن در کار که همون بغزالی گوش سفیدی پاچه سفیدی پر زردی خودش سیاه رفت فروختم نه که پلش در خونه صاحبش به پلش بگیره بابی جان رحمت من رفتم خیلی روزا تو پلنگ جان بشولی من تو در این موضوع سوال میتونم من تو پلنگ جان سوالی ما همین میباشد که در راه رفته سی که یک خلطه پل میوی هوی میکنی همش دلار ها انا که حساب میکنی که میلیون دلار یا خالتا میلیون دلار یافتی همون رو صاحبش ده بر میگردونی یا که نه همین میلیون دلار اگر یگان آدمی کمبغل باشه گم کرده باشه بر میگردون تمام فهمیدم دیگه هیچی نگو فهمیدم من فهمیدم که تو اون میلیون دلار صاحبش ده بر نمیگردونی اگه فهمیدی آخی تو پلنگ کدام کمبغل میلیون دلار داره که با او را گم بکنه